نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردند. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر من و شما منت نهاد تا با آیات دیگر از کلام الله مجید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم و ترجمه معانی این آیات عظیم. سوره مبارکه المدثر، سوره مبارکه المدثر 74مین سوره در ترتیب مصحف شریف است، اما در ترتیب نزول آیات کلام الله مجید و سوره های قرآن کریم از اولین سوره هایی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است در مکه مکرمه. این سوره، نام این سوره برگرفته از آیه اول این سوره است که رسول الله علیه السلام را الله متعال با تعبیر المدثر یاد می‌فرماید. در این سوره می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر، ای کسی که خود رو در جامه پیچانده ای. مدثر یعنی کسی که خود رو پیچانده داخل یک جامه یا کالایی یا ملافه‌ای و یا کسی چیزی که خود رو با اون گرم بکنه. این آیه اشاره به داستانی دارد که رسول الله علیه السلام در آغاز وحی به خاطر عظمت وحی و همچنین ملاقات با جبرئیل امین علیه السلام که ایشان رو در اون حالت ملائکی و با اون شکل واقعی مشاهده کردن بسیار متأثر شدن از این صحنه و این بر اونها بسیار گران بود. تازه ابتدای وحی بود و هنوز عادت نکرده بودن به این حکایت ها و دوان دوان خود رو به خانه پیش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رساندن و فرمودن دثرونی دثرونی، من را بپوشان من را بپوشان. و در روایت زملونی زملونی این حکایت چند بار تکرار شده است و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هم ایشان رو داخل جامع میپیچاندن و رسول الله علیه السلام که احساس سرما میکردن گرم میشدن و استراحت میکردن. در این اثنا این آیات نازل شد یا ایها المدثر، ای کسی که خود رو در جامع پیچانده ای، قم، برخیز، بلند شو، فانذر، و انذار بده و پند بده و بترسان مردم رو از آن حساب کتاب و از آن سرنوشتی که در انتظار آنهاست. این آیه اشاره لطیفی است به اینکه مدثر یعنی در جامه پیچیده شده انسان و حکایت این داستان نشان از این داره که انسان وقتی که میترسه و احساس خوف میکنه پناه میبره در فضای گرم خانه و خود رو میپیچانه. راه حل اصلی این مشکل و راه درمان این حالت این است که قم فانذر، بلند شو و پند و اندرز بده و شروع کن به دعوت. شروع کن به دعوت. دعوت انسان رو در زندگی از ترس دور میکنه. دعوت به انسان آرامش میده و سعادت میاره برای انسان. انسان با دعوت در مسیر الله متعال و دعوت دیگران به سمت الله متعال خودش آرام میشه و سعادت پیدا میکنه و دلهره‌هاش کم میشه. یا ایها المدثر، تویی که به سبب دلهره و به سبب پریشانی رفتی خودت رو پیچاندی داخل جامعه، راه حلی نیست. قم فانذر، برخیز و بیا و اندرز بده و پند بده. ای پیامبر نازنین، دیگه اون آرامش و اون سکونی که 25 سال است در خانه ام المؤمنین خدیجه داری و زندگی مشترک با او 15 سال، در 15 سال اول زندگی 25 ساله با
ام المؤمنین خدیجه در این 15 سال اول آن آرامش و سکونی که بود الان متفاوت خواهد بود. الان دیگه حکایت فرق کرده. دیگه از اون 40 سال آرامشی که در زندگی داشتی تا به امروز خبری نخواهد بود. قم فانذر، بلند شو و پند بده و شروع بکن و دعوت رو آغاز بکن. دعوتگر در زندگی آرامش نخواهد داشت. همیشه در تکاپوس، همیشه در تلاش است، همیشه در دعوت است، همیشه به دنبال ایجاد راه حلی است تا دیگران رو به الله متعال وصل بکنه. در این راه سختی خواهد داشت، مشکلات خواهد بود و در این راه مصیبت ها خواهد دید و باید به خاطر الله متعال صبر بکنه و آنچه که به او کمک میکنه در این راه در آیه بعد ذکر می شود. و ربک فکبر، و پروردگارت رو به بزرگی یاد کن، عظمت الله متعال رو در ذهن داشته باش، تکبیر گویان این مسیر رو ادامه بده. الله متعال و عظمت الله متعال و عظمت راهی رو که به سمت او داره دعوت میکنی و کاری رو که انجام میدی در ذهن خودت داشته باش. ای محمد علیه السلام و ای مخاطب قرآن و ای هر کسی که در راه محمد علیه السلام گام برمیداری. و من احسن قولا ممن دعا الی الله، و کی زیبا گفتارتر است از آن کسی که دعوت میدهد به سمت الله متعال. و ربک فکبر و ثیابک فطهر، و همچنین لباس و جامعه خود رو پاک بگردان، ظاهر خودت رو آراسته نگهدار و از هر چه که آلودگی ظاهری است خود رو پاک بگردان. یک معنای دیگر هم در این نهفته است. و ثیابک فطهر، لباست را آراسته کن و بسیار پاک نگهدار. لباس تن است و لباس باطن، لباس دل، لباس تقوا. و لباس التقوا ذلک خیر، لباس تقوا که مهمتر و بهتر از لباس ظاهری انسان است. یکی از معانی دیگر این آیه و ثیابک فطهر این است که قلبت رو پاک بکن، قلبت رو پاک بکن و نظیف بکن و اون جامعه تقوای خودت رو پاک بکن. قلبت رو پاک کن تا بتوانی در مسیر دعوت بر مشکلات دعوت فائق بیای. ارتباط خودت رو با الله متعال پررنگ کن، ارتباط خودت رو با الله متعال مستحکم کن، همیشه بیاد الله متعال باش. و رجز فهجر، و از هر آلودگی و ناپاکی دوری کن. رسول الله علیه السلام اهل آلودگی و ناپاکی نبود، اما خطاب به ایشان، دستور به ایشان، دستور به تمام پیروان ایشان است، به دستور به من و شماست که از هر ناپاکی و هر آلودگی ظاهری و باطنی، از هر گناه و پلیدی خود رو دور نگهدار. و رجز فهجر ولا تمنن تستکثر، این گونه نشه که تو وقتی که صدقه میدی بر دیگران منت بگذاری. وقتی که صدقه میدی نیت تو از صدقه دادن این باشه که تستکثر، تا بیشتر جلب بکنی و کسب بکنی. در راه الله متعال خالصانه صدقه بده و انفاق بکن. هیچ گونه چشم داشتی از آنچه که بذل و بخشش میکنی نداشته باش. جایی که خرج میکنی به این امید خرج نکن که بیشتر از اون رو به دست بیاری در این دنیا. ثروت اندوزی نکن. به دنبال این نباش که دیگران رو برده و غلام خودت بکنی، بر اونها منت بگذاری. ولا تمنن تستکثر، و با منت گذاشتن به دنبال زیاده خواهی نباش در عبادت هایی که انجام میدی. دعوتی که میکنی به خاطر الله متعال است و در این راه دعوت از کسی چشم داشتی نداشته باش، از کسی چیزی طلب نکن. به دنبال این نباش که مال دنیای خودت رو، دعوت رو وسیله‌ای بکنی تا مال دنیا رو کسب بکنی و بر مال دنیای خودت بیفزایی. ولا تمنن تستکثر، و در مسیر دعوت ولربک فاصبر، بر پروردگارت صبر کن، صبر کن، استقامت داشته باش. این راه سختی هاست، این راه مصیبت هاست. راه دعوت راه سختی است، راه مشکلات است، راه غصه هاست، راه تنهایی هاست، راه غربت هاست، راه هجرت است، راه عذاب است از دست دشمنان، راه زندان است، راه کتک خوردن و زخمی شدن است، راه شهید شدن و کشته شدن است. همه اینها رو باید به تن بخری و حاضر بشی. از خانه و خانواده خودت دل بکنی، از مال دنیای خودت دل بکنی، از بستر گرم و راحت خودت دل بکنی، از مسکن و مأوای خودت دل بکنی، از همه عزیزان و دوستانت دل بکنی، در راه الله متعال به حرکت بکنی تا دیگران رو به الله متعال وصل بکنی. ولی ربک فاصبر، صبر کن،
استقامت داشته باش، تحمل کن، مشکلات زندگی رو تحمل کن، مصیبت هایی که برای تو میاد تحمل کن، با ذکر یاد الله متعال تحمل کن. بهترین وسیله‌ای که انسان رو صبور میگرداند اینه که الله متعال رو تصور بکنه انسان. ولی ربک فاصبر، با ذکر یاد الله متعال، عظمت الله متعال رو در ذهن خودت بیار و در تجسم بکن و خودت رو بسپر به الله متعال و صبر کن. صبر کن در عبادت هایی که انجام میدی، صبر کن در مصیبت ها و آزمایش های سختی که در زندگی تو قرار میگیره و صبر کن بر معصیت هایی که در مسیر راه تو قرار میگیره و وسوسه شیطان و نفس. صبر کن. ولی ربک، فقط به خاطر الله متعال صبر کن تا رضایت الله متعال رو کسب بکنی. سخته برای تو، مشکلات رو تحمل بکنی، مصیبت ها رو تحمل بکنی، اما تحمل بکن، اما صبر بکن، اما با الله متعال نجوا کن، اما خودت رو بسپر به الله متعال و دست بلند بکن به سمت الله متعال و دعا بکن و از او بخواه که به تو صبر بباراند. ربنا افرغ علینا صبرا، بر ما جاری گردان بار الله صبر رو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. روز قیامت الله متعال صابران رو بدون حساب کتاب اجر و پاداش خواهد داد. اینها بدون حساب کتاب وارد جنت خواهند شد. اینها بدون حساب کتاب میرن و به بهترین درجات جنت واصل میشوند. ولی ربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور، نتیجه این صبر و استقامت رو خواهی دید آن روزی که در سور دمیده شود. فاذا نقر فی الناقور، وقتی که دوباره سور دوم دمیده بشه و اسرافیل علیه السلام در سور بدمد و همه انسانها همه از قبر حشر بشن و در صحرای محشر حاضر بشن در پیشگاه الله متعال، آن موقع خواهی دید نتیجه این صبر خود را آن روزی که روز سختی خواهد بود. فذلک یومئذ یوم عسیر، اون روز بسیار سختی خواهد بود، روز حساب کتاب. اون روزی که الله متعال میفهمد کان مقداره 50,000 سنه، روزی که 50,000 سال درازای آن روز است. 50,000 سال، یک روز قیامت. اون روزی که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، هر کسی از برادرش میگریزد، از مادر و پدر خود میگریزد، و صاحبته و بنی، حتی از همسرش و فرزندش میگریزد. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، آن روز برای هر کسی سرگرمی است، هر کسی انقدر مشغول زندگی خود هست و حساب کتاب خود به حالت خود که به فکر کسی دیگری نخواهد بود و حاضره که انسان برای نجات از دوزخ فرزند خودش رو فدا کنه و همسر خود رو فدا کنه و خانواده خود رو فدا کنه و تمام قبیله خود رو، و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، و هر کسی که در زمین است همه رو فدا بکنه به این امید که این فدا کردن دیگران سبب بشه تا او از دوزخ نجات پیدا کنه. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران هرگز آسان نخواهد بود این روز سخت. معنای دیگر این آیه اینه که بر مؤمنین آسان خواهد بود، بر کسانی که با الله متعال رابطه دارن آسان خواهد بود، بر کسانی که به خاطر الله متعال صبر کردن آسان خواهد بود، بر کسانی که با الله متعال دل بستن و ارتباط گرفتن و خود رو به او سپردن و به خاطر او در مسیر دعوت همه مشکلات رو تحمل کردن آسان خواهد بود. چرا که علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران است که سخت است اما بر مؤمنان آسان است. کافرانی که در برابر این قرآن کریم در برابر دین وای میستن، اون کسانی که به اونها مال داده شده و ثروت داده شده و قدرت داده شده، به مانند ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید رضی الله عنه که پدرش ایمان نیاورد و کافر رفت و از سران کفر و شرک زمان رسول علیه السلام بود و بسیار در دشمنی لجوج بود و ثروت زیادی خداوند به او داده بود و فرزندانی بیش از 10 پسر داشت که همه در خدمت او حاضر بودند. و این انسان به جای شکرانه این نعمتها، به جای اینکه از الله متعال سپاسگزار باشه و بیاد و دعوت پیامبرش رو قبول بکنه، از همون روز اول تا آخر حیاتش به دشمنی پرداخت. این آیات درباره اون نازل شد. ذرنی و من خلقت وحیدا، بگذار ای پیامبر من رو و اون کسی رو که تنها آفریدم. این حکایت گرچه آیات شأن نزولش درباره ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید رضی الله عنه است و این شأن نزول درباره آن است، اما محتوای آیات به صورت عام درباره هر کسی است که الله متعال به او نعمت داده و به او فرزند داده و به او ثروت داده
و به او قدرت داده است، اما در مسیر دین را حرکت نمیکنه و دشمنی میکنه و لجاجت میکنه و دشمنی او سبب میشه او رو به دوزخ بفرسته. ذرنی و من خلقت وحیدا، این انسانی که امروز جلوی تو ایستاده و انکار میکنه، بگذار من رو با اون کسی که او رو تنها آفریدم. فراموش کرده که وقتی از شکم مادر آمد تنها بود و هیچی نداشت، برهنه و عریان، یکه و تنها به دنیا آمد. اون انسانی که تنها آمد با دست خالی و نه علمی داشت و ثروتی داشت و نه فرزند و خانواده‌ای داشت، و من الله متعال و جعلت له مالا ممدودا، من این انسان بزرگ شد، رشد کرد، من برای او شرایط رو مهیا کردم، ثروت فراوانی به او دادم، و جعلت له مالا ممدودا، و مال فراوانی رو در اختیار او قرار دادم، و بنین شهودا، و پسرانی که همه و فرزندانی که شاهد بودن بر تمام رفتار پدرشون و پیش چشم او حاضر بودن و همیشه در محضرش حاضر بودن و دور هم نبودن، حتی فرزندانش از او دور نشدن. نعمت فرزند یک نعمت است، همراه بودن با فرزند نعمت دیگری است. فرزند خودش یک نعمته، اما اینکه فرزندان انسان در حضور انسان شاهد باشند، انسان اونا رو مشاهده بکنه، حاضر باشند، دور بر انسان باشند، این نعمت دیگری است. اینکه فرزند انسان در آغوش انسان باشه، پیش انسان باشه، زیر نظر انسان باشه، دور بر انسان باشه، این لذت دیگری است، این نعمت دیگری است. الله متعال میفرماید من نه تنها به او فرزند دادم، فرزندانش همه دور برش حاضر بودن، در اختیارش بودن، و بنین شهودا، و بر فرزندانش شاهد بودن، دور برش و اونها رو مشاهده میکرد. و مهدت له تمهیدا، و من برای او بستر رو فراهم کردم، برای تجارتش، برای ثروتش، برای این خانوادهش، برای همه نعمتایی که بود داده بودم، من این زمینه رو برای او فراهم کردم. آیا این فراموش کرده؟ آیا اون تاجری که ثروتمند شده فراموش کرده که الله متعال است که این فرصت رو به او داده؟ اون کسی که فکر میکنه انما اوتیته علی علم عندی، به مانند قارون شعار میزه و صدا به حنجره میاندازه که اینها رو من به خاطر هنر خودم به دست آوردم، من علم داشتم، زحمت کشیدم. آیا فراموش کرده که این دستی رو که زحمت کشیدی کی به تو داد؟ این پایی رو که حرکت کردی کی به تو داد؟ این چشمی رو که با اون میدیدی کی به تو داد؟ و این عقل و فکر اقتصادی رو که داشتی کی به تو داد؟ و این موقعیت رو کی برای تو فراهم کرد؟ آیا الله متعال اینها رو برای تو فراهم نکرد؟ و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید، و اون طمع دارد که من الله با عظمت بیشتر از این هم بیفزایم به او و زیادتر بکنم آنچه رو که به او دادم. کلا، هرگز این گونه نخواهد بود. انه کان لآیاتنا عنیدا، این انسانی است که به آیات من الله با عظمت پشت کرده است، عناد کرده، تکبر کرده، غرور دارد، نمیپذیره غرورش، عقلش و درکی که داره فکر میکنه که قرآن کریم رو اگر بپذیره، دین رو اگر بپذیره، این سبب خواهد شد که او ذلیل بشه. چگونه بیاد پیش الله متعال کمر خم بکنه، سر به سجده بگذاره، با فقیر و فقرا و مساکین بنشینه، نماز بخونه، روزه بگیره، زکات پرداخت بکنه، همه اینها رو برای خودش کسر شأن میداند. انه کان لآیاتنا عنیدا، این دشمن لجوجی بود در برابر آیات من الله با عظمت. سأرهقه صعودا، من الله با عظمت بر او می قبولانم و او رو قرار خواهم داد در یک شرایطی بسیار سخت، در شرایط زندگی او رو سخت خواهم کرد برای او و من برای او سخت خواهم کرد شرایط زندگی او رو. انه فکر و قدر، این همون انسانی است که سنجید، اندیشه کرد و سنجید. وقتی که به او گفتن که ما وقتی مردم میان و داخل مکه مکرمه میشن در ایام حج، اون موقعی که مشرکین هنوز حج داشتن، حجی که در او تحریف‌های عقیدتی داشت و عبادی، ولی داشتن ظاهری از کالبد حج باقی مانده بود، رسول الله علیه السلام از فرصت استفاده میکردن و میرفتن و دعوت میدادن همه کسانی رو که وارد مکه میشدن ولو به زیارت کعبه آمده بودن و حجی هم نبود و این فرصت رو استفاده میکردن. گفتن چیکار کنیم؟ مردم وقتی که میان و حرفش رو گوش میکنن، باید یک چیزی بگیم، چطور مردم رو قانع بکنیم که حرفش رو گوش نکنن؟ ولی افتن که چه کار بکنیم؟ و به این شخص گفتن که ولید ابن مغیره،
تو نظرت چیه؟ تو انسان دانشمند و حکیمی هستی و از بزرگان ما هستی، بیا و فکر بکنیم که چی باید بگیم. و گفتن که میگیم شعر است. گفت نه والله شعر نیست، من شعر رو دیدم، این کلام زیباتر از شعر است. گفتم میگوییم سحر است. گفت سحرم نیست. آثاری که از سحر در مشاهده میشه در افرادی که سحر شدن در این شخص وجود نداره. گفتن دیوانه است. میگوییم مجنون است. گفت هیچ اثری از دیوانگی در این شخص وجود نداره. به والله کلام او کلامی است که حلاوت دارد و زیبایی دارد و ریشه دارد و بر این ریشه او ساقه میدهد و درختی میشود و میوه میدهد و هر کسی که بشنود متأثر می شود و هیچ کلامی حریف کلام او نخواهد شد. کلام او وزن دارد و وزن او زیبایی دارد و زیبایی او طرفدار دارد. و شروع کرد به تعریف و تمجید از کلام قرآن کریم، اما باز هم نمیپذیرفت. گفتن خب پس چی بگیم؟ تو نظر بده. انه فکر و قدر، اندیشه کرد و سنجید، این طرف رفت آن طرف رفت، هی فکر میکرد که چی باید بگن، چه استدلالی پیدا بکنن برای مردم تا دعوت رسول الله علیه السلام رو نپذیرن. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد چگونه سنجید. ثم قتل کیف قدر، دوباره مرگ بر او باد. الله متعال میفرماید کشته باد این انسان چگونه سنجید و باز هم سنجید. ثم نظر، دوباره نگاه کرد، به این طرف نگاه کرد و در فکر فرو رفت. ثم عبس و بصر، دوباره رو ترش کرد و رو در هم کشید و فشار آورد به خودش که چیکار باید بکنه. این انسان فکر میکنه اما فکرش مطابق با قلبش نیست. قلبش اعتراف داره به حقانیت قرآن کریم، قلبش اعتراف داره به زیبایی و حلاوت این کلام، اما فکرش صدای قلبش رو نمیپذیره، فریاد ضمیر درون خودش رو نادیده میگیره و هر فکری که و هر اندیشه‌ای که به صدا و ندای قلب خودش پاسخ نده، نتیجهش این گونه میشه، دروغ خواهد گفت. این انسان حقیقت رو نمیپذیره. این انسان همیشه در جدل و در دشمنی با خودش هست و از درون خودش رو از بین میبره. هر فکری که مطابق با فطرت انسان نباشد و قلب انسان و اون نجوا و ضمیر درونی نپذیره، این فکر مشکل دارد. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، دوباره نگاه کرد. ثم عبس و بصر، رو ترش کرد و در هم کشید. ثم ادبر و استکبر، پشت کرد، تکبر کرد، غرور به خرج داد. فقال، همه این فکرش و تلاشش و زحمتش نتیجهش این شد که آمد گفت ان هذا الا سحر یؤثر. فقط یک چیز میشه گفت. ما باید بیایم چی بگیم؟ بگیم که این سحر است. از بین همه اون صحبت ها این بهتر است. به جای شاعر گفتن و مجنون و دیوانه گفتن بگیم ساحر است. اما سحری دارد که بین همسر و همسر فاصله می اندازد، بین پدر و فرزند فاصله می اندازد، بین یک شخص با خانواده او فاصله می اندازد، قبیله ها رو به جان هم می اندازد. این گونه بگیم، میگیم همچین سحری است. میگیم که این هذا فقال ان هذا الا سحر یؤثر، سحری است که تأثیر میگذاره. تأثیرش اینه که بین پدر و فرزند، بین همسر و همسر، بین فرد و قبیله و طایفه او دشمنی ایجاد میکنه. انقدر تأثیر داره این سحر. ان هذا الا قول البشر، و میگوییم که این کلامی که میگه کلام یک انسان است، این صحبت‌های خودش است، اینها بر او نازل نشده و وحی نشده و الله متعال چیزی برای او نفرستاده است. این گونه میتونیم که مقداری از تأثیر کلامش رو کم بکنیم. سأصلیه سقر، الله متعال میفهمد من اون رو به سقر خواهم انداخت، در دوزخ. یکی از درجات پایین دوزخ است و یکی از نامهای دوزخ و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدانی که سقر چگونه جایی است و کدام منطقه است در دوزخ و چه عذاب سختی است. لا تبقی ولا تذر، نه اون شخصی رو که در سقر افتاده، این دوزخ و این سقر، نه او رو باقی میگذارد به حال خودش و نه رها میکند. به این معنا که آتش او رو میسوزانه، میسوزه و میسوزه. کلما نضجت جلودهم، انگار که خاکستر داره میشه. اما دوباره از اول، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر وقتی که پوستش سیاه میشه و میسوزه و کباب میشه، دوباره از اول پوست جدیدی جایش رو میگیره.
دوباره شروع میشه عذاب و دوباره سوختن شروع میشه. لا تبقی ولا تذر، نه چیزی بر پوست او باقی میگذارد و نه او رو ول میکند. اینها رو همه رو از بین میبره، دوباره شروع میشه، دوباره پوست جدید و پیکر جدید و بدن جدید، دوباره شروع میشه به سوختن، دوباره از اول. لا تبقی ولا تذر، نه او رو رها میکنه و ترک میکنه و نه او رو به حالت خودش وا میگذارد، نه چیزی از او باقی میگذاره و نه او رو ترک میکنه. کاش آرزو میکنن که کاش از بین میرفتیم و آرزوی مرگ میکنن، اما مرگ در کار نخواهد بود. هیچ چیزی رو از او باقی نمیگذارد. اما این باقی نگذاشتن به این معنی نیست که از بین بره و او رو رها بکنه، نه، رها هم نمیکنه، دوباره از اول شروع میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر، پوست رو به کامل از بین خواهد برد و همه پوست رو میسوزاند و سیاه میکنه و هیچ رحم نمیکنه به کسی که در او بیفته. علیها 19، بر این دوزخ 19 ملک و نگهبان از ملائکه الله متعال گماشته شده است. وقتی این گونه گفته شد، مشرکین قریش آمدن و خندیدن و مسخره کردن که 19 تا است، آیا ما حریف 19 تا نخواهیم شد؟ ما اونها رو از بین خواهیم برد. و ابوجهل شروع کرد به مسخره کردن که مادر شما به عزای شما بشیند. محمد میگوید در دوزخ 19 تا ملک هستند، آیا شما عاجز از این هستید که این 19 نفر رو برید و از بین ببرید و از نگهبانهای دوزخ رو از بین ببرید، از دوزخ خارج بشید؟ ما این کار رو خواهیم کرد. یکی گفت که من 12 تا رو من میزنم، یکی گفت 17 تا رو من میزنم، 2 تا رو شما بزنید. یکی دیگه گفت با شانه راستم 10 تا رو میزنم، با شانه چپم 9 تا رو میزنم. و این بود که آیه بعدی نازل شد درباره مسخره کردن تعداد نگهبانان دوزخ. این آیه رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان و آیات باقی مانده از این سوره رو بررسی خواهیم کرد. حتما بیننده برنامه بعد هم باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني